السلام علیکم بچه‌ها. با همه کلون همه مهمون خونه کیه؟ در کجا هست؟ خلا و علیکم السلام. کلان دا هجری کارش خلا. من قلاور همه مهمون خونه هم ایده نام خالا جانم. در هجری کارش؟ پیشی پاهاش مرا. ریزی باشه هجری کارش. السلام علیکم بچه‌ها. و کلون همه مهمون خونه شما های. و علیکم السلام خاله جان. بید مرامت گذارید خاله جان بید. پیش پاهای بچه مرام، پیش پاهای رئیس مرام. خود تجربه خود به درد که دو در دیده های شما. بله خاله جان، کلان این مهمون خانه من یگان شکایت داشتید می. 5 روزه که من قطعی همین مردکم در لحن آشیانی پنجم شمایان زندگی میکنه. 5 روز شد هر روز همین مردک میگود که ما خودم همه آشیانی میپرتم. خاله جان و این جنجال های عائلوی شما با ما دخل ندارد. 5 روز استراحت میکنید 10 روز استراحت میکنید به ملال این جنجالاتون خودتون مراسا کنید. ما به یکم مایده دخل ندارد این جنجال شما. از طرف ما یکم کمبودی باشد اگر شما این چیز گویید. یکم خدمت رسانی های کارگرای ما شما با معقول نمی. انا این چیز گویید شما کمبودی؟ با چه خیلی کمبودی؟ این چه خیلی مهمون خونه؟ شما چه خیلی مهمون خونه ساخته؟ 5 روز میشد همون مردک میگود من خودم همه آشیانه میپرتم. همون تلویزیون تو کشاده نمیشه.